با سلام مجدد بینندای خوب نازنین. بس در مورد نیازهای انسان بود و گفتیم انسان ها دو تا نیاز واقعی دارند که یکیش نیازهای فیزیولوژیک و حیاتی است، مثل تنفس، نوشیدن، خوردن، خواب، حفظ تعادل بدن. اما نیاز دوم واقعی چی است؟ دوستای نازنین، بعد از اینکه نیاز برآورده شد، انسان دنبال یک نیاز دیگه است که نیاز به امنیت و آرامش است، که انسان میخواد حالی اضطراب نداشته باشه، ترس نداشته باشه، از شر دشمن و حیوانات در امان باشه. بنابراین نیاز دوم واقعی نیاز به امنیت است. ولی یادتان باشه نیاز دومی را انسان فدای نیاز اولی میکنه، چون شدت نیاز اولی بیشتر است. به می خاطر گفتم پایین هرم گرفته که قاعده هرم بزرگتر است، یعنی این نیاز بیشتر است. چی معنا؟ اگه یک آدمی گرسنه شده باشه و این گرسنگی از یک حد گذشته باشه، این انسان آماده است که امنیت خود به خطر بندازه و بره دنبال برآورده شدن از این نیاز. شما کسایی را میفهمید در منزلهای بسیار بلند کار میکنه که خطر حیاتی وجود داره، اما مجبور است کار میکنه به خاطری که نیازهای اول برآورده نشده. اما نیازهای حقیقی مبتنی بر کمبود نیست. هر قدر زیادتر بخوایم همه قدر زیاد نیاز پیدا میشه. مثلا شما هنوز کدام دانشمندی رو دیدین بگه من از بس که زیاد یاد گرفتم دیگه هیچ نمیخوایم یاد بگیرم، کل چیز یاد گرفتم؟ نه، کل دانشمندات در جایی که میرسن میگه من نفهمیدم که چی نمیفهمم. یعنی تشنگی برای علم قدر زیاد شده که دیگه میخواد بفهمه. جهل سقراطی را کشوندین که به نام جهل شیرین نام یاد میکنه. سقراط بیان کرد که من از هر کس که دیگه که داناتر هستم. گفتن چی فهمیدی که داناتر است؟ گفت من میفهمم که چقدر نمیفهمم، چقدر کم دان هستم. گفت دیگه هنوز زمین پای نبرده، دیگه فکر میکنه کل گپ دنیا را میفهمم، اما من فهمیدم که نه، من بسیار چیزا را نمیفهمم. اگر کل آگاهی دنیا به اندازه یک تربوز باشه، من کمی از تربوز به اندازه یک دانه تربوز آگاهی دارم. بنابراین ما فهمیدیم که من نمیفهمم. بنابراین شما میبینین وقتی دانشمندا به یک جای میرسن، این تشنگی قدر زیاد میشه که میخواین دیگه یاد بگیرن و این نیاز حقیقی میباشه. اما این نیازهای حقیقی کدام است؟ من به ترتیب براتون میگم. نیاز اول که در هرم جایگاه سوم داره، نیاز به عشق و تعلق است. انسان بعد از اینکه نیازهای فیزیولوژیکش برآورده شد، نیاز امنیت برآورده شد، به فکر از این است که دوست داشته باشه و دوست داشته شود، خانواده تشکیل بده، دوستایی داشته باشه، اقاربی داشته باشه، به جای اتصالی داشته باشه. بنان دوستای از نازنینم، ما بعضی وقتا اینقدر درگیر نیازهای فیزیولوژیک میشیم که نیازه که یک نیاز خوب انسانی است فراموش میکنیم. حتی تا جایی میرسیم که از قوم خیش بیگانه زیاد وقت میبینیم نمیشناسیم کی است، بر ما معرفی میکنه این فلانی است، بچه نواسی بچه کاکای تصور نمیفهمیم به خاطری که دور شدیم. و حتی یک قدر پیشرفت میکنه وقتی میرسه که ما از خود بیگانه میشیم. در سیستم سرمایه داری انسان حتی به جایی میرسه که از خود بیگانگی پیدا میکنه، از احساس خود خبر نداریم، حتی با خود یک ساعت نمیتونیم خلوت کنیم. میبینین کل فکر ما است که نان. اگه یک کسی میره طب میخونه، هدف از او علم نیست، هدفش است من دکتر شوم، برم 8 ساعت کار کنم، پول بگیرم، نیازها رو برآورده بسازم. علم وقتی به خاطر علم است که حتی کس بگه ما ازی بر تو نانم نمیتیم تو دنبالش باشی. حتی یک علم است مثلا تو میخوای در مورد کهکشان‌ها چیزی بفهمی، در مورد خلقت بفهمی، کسی یک افغانی هم به خاطرش نمیتونه، اما تو میخوای یاد بگیری. بنابراین اشتیاق باید در وجود خود زنده بسازیم. و خوشبختانه روزی که شما دنبال علم رفتین، خود به خود نیازهای پایین برآورده میشه. تا بال دانشمندی رو نمیفهمین که نمیشناسین دور برتون که از گرسنگی مرده باشه. وقتی دنبال علم هستیم خود به خود نیازهای پایین برآورده میشه. اما مهم نیت ماست که به خاطر چی است. استاد نیت چی فایده؟ خالی ما علم میخوریم، چی به خاطر نان باشه چی به خاطر علم باشه، این فرق داره. کسایی که به خاطر نان علم میخوانن، روزی که نان برآورده شد دیگه علم ایلا میتن. زیاد کسا رو شما میبینین دور برتون فامیل کمی وظیفه گرفته دیگه چیزی را که هیچ امرایش آشنا نیست، کتاب است. دیگه با کتاب خداحافظی آشنا شده. من شاگردای کورس به همین خاطر میگم، شاگرد از نازنینم، اگه کنکور به این خاطر میخوانین که یک وظیفه پیدا کنین، لطفا نخونین. به من براتون ناظری مندازم، صبح بیاین امضا کنین، چاشت خیرم، پیسای شاگردا به شما باش داده میرم. ولی اگه هدف تو نیست که نه میخوای بری بعد از لیسانست که وظیفه‌ام گرفتی، میخوای بری ماستری، میخوای بری دکترا، میخوای در درشت تخصص پیدا کنی،
او وقت این نیست پیام انسانیت. این پیام از اینکه تو دنبال علم هستی، در غیر از او لاف نزن من دنبال علم هستم. تو دنبال علم نیستی، تو دنبال نان هستی. اگه امروز نان فراهم کنن تو میگی علم کی خوانده دیگه. مثلا یک کسی قصه میکنه، میگه یکی از رئیس جمهورها این سخنرانی داشتم، تاکسی گرفتم رفتم. رئیس جمهورهای دیگه ممالک مثل رئیس جمهورها و بزرگای ما نیست که 10 تا موتر تعقیبی داشته باشن. هی در تاکسی میگه میرفتم، تاکسیوان عجله داشت. چی گپ است؟ گفت میرم که رئیس جمهور فلانه جای سخنرانی داره. گفتم منتظر من نمیشینی؟ گفت میرم داخل سخنرانی. گفتم خیر کرایت دو چند میتم؟ من داخل میرم. پس گفت برو خاک در سرش بیار پیسه رو بدی که من منتظرت بشینم. بنان از سخنرانی که پیسه را کار داشت، سخنرانی برش مهم نبود. بنان اگه بر زیاد مردم نان فراهم شود، علم میگه چی کنم؟ بیار نان کار بود. از کتاب هدفم نان بود. به همین خاطر شما میبینین از بسیار ذوقای خود شاگردا تیر میشن، رشته بسیار خوش دارن، از اون میگذرن یک رشته دیگر رو ترجمه میتن چون رشته نان داره. و حتی توصیه خانوادان بر اولادش نیست، بچین این رشته نان داره، رشته نان داره بر اولاد خود معرفی اینه. چرا نظر به شرایط خراب ما درگیر نان شدیم؟ دالی که اگه زندگی خوب باشه هیچ نمی باشه. شما میفهمین در کشورهایی که مشکل حل کردن مردم درگیر پول جمع کردن و استراب مالی نیست. ما و شما هستیم که استراب داریم، از خوردی با استراب کلان شدیم. در پس خانه خواستی نیم ساعت فلسفه گفتم مادرت، بچه این باسانی پیدا نمیشه، پدرت جان میکنه پیسه را پیدا میکنه، یک روز که نباشه باز چطور میکنیم؟ حالا دارن هم 10,000 دارن و در پا مادرش لکچر میده، باز که نباشه گدایی خود کردی، مشکلات چطور میشه؟ اینقدر ما رو میترسانه، این استراب مانده. حالا میلیونر هستیم مصرف نمیکنیم، اگه یک روز نبود چطور میشه؟ حالا داری تو نان لغ پیسه لغ میکنی بس بس. اما نه، زیاد ما فقط پیسه دار میموریم، پیسه دار زندگی نمیکنیم. بعد از اینکه مردیم میگه بسیار پیسه داشت. روز که زنده هستیم اینقدر وضع ما خراب است که دل مردم میسته که چند روپام بر ما کمک کنه. بناهن آرزوی میست شما دنبال علم باشین و این نیاز در وجودتان زنده بسازین و بخواین یاد گرفته برین، تشنه یادگیری باشین و خود به خود میبینین نیازهای پایین. شما وقتی متخصص شوین بسیار پیشنهادهای کاری میباشه. اما افسوس از ذهن تو تنها درگیر نان باشه، تنها درگیر نان باشه. از شما اجزا که نیست، از بیننده اجزام که نیست. کسایی که برنامه رو نمیبینین برشان با زنگ بزنین، بگین لطفا زیاد دنبال نان نباشین، دنبال علم باشین. خود به خود نان پیدا میشه، خدا میروان است. اگه علم یاد گرفتین نونمت میشه که شما پیش نان از پشتان میدوه. اگر نه تنها دنبال نان بدین، نان پیش شما از پشتش دویده میرین. بعضی وقت تایر پیش رو پشت سر موتر میشین که گیرش